سلام. یکی از ویژگی‌های این قیام که از روزهای اول اون مورد توجه قرار گرفت، حضور یک نسل شورشی، شجاع و جنگنده در کف خیابون‌ها بود که از اونها به عنوان دهه 80ها یعنی متولدین دهه 80 شمسی یاد میشه. بعضی‌ها معادل خارجیش یعنی نسل زد رو برای اینا به کار می‌بردن که شامل افرادی میشه که همین الان بین 14 تا 25 سال سن دارند. تو رسانه‌های رژیم خیلی درباره تجزیه و تحلیل این دهه 80 نوشتن و گفتن که بالاخره چی شد که اینا اینطوری شدن. چون تا به حال توی این 40 سال گذشته رسم بر این بوده که اگر اعتراضی شکل می‌گرفته همیشه عوامل بیگانه و استکبار و دشمن اینا بودن. ولی این دفعه جوونایی که اومدن تو میدون نه از مریخ اومدن نه از خارج اومدن، از تو مدرسه خودشون در اومدن، میان بیرون میگن امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه. یعنی اینایی که توی مدارس عکس سیدعلی رو با پاشنه کفش آشنا میکنن در دوران حاکمیت این نظام بزرگ شدن. ولی چی شد یک دفعه همشون علیه نظام شدن؟ چون آخه یه مدرسه و یه دانشگاه یا یه شهر و دو شهر هم که نیست، همه جا، از سنندج تا تبریز، کرج، تهران، رشت، شیراز، مشهد، اهواز، همه جا. خب سیدعلی دید که این وضعیتی نیست که بشه باش کنار اومد. به اینا هم بگیم دشمن دیگه کسی ازمون نمیخره، چون اینا رو مثلا خودمون بزرگ کردیم. چی شد پس؟ اتاق فکرای نظام عقل نداشتشون رو هم ریختن، گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفتن بریم چند تا همایش و نمایش و شورا بندازیم که بگیم آخه اصلا این حرفا نیست، دهه 80 با نظامن، داداش کنسرت میذاریم همه رو میاریم سمت نظام، نگاه کن. منم علی لندی، منم حسین فهمیده، یه دقیقه 80 که حاج قاسمو دیده، یه دهه 90 که الگوش شهیده. یعنی من فقط موندم که اون دهه 80 از کجای این فاجعه باید خوشش بیاد. آخه این صدای گوشخراش که شبیه لولای روغن نخورده در چوبیه چی داره که این بچه‌ها رو جمع کردی باید گوش کنن؟ من نمیدونم، شاید طرف فکر می‌کرده صداش بسته است، پلی بکه، فقط دارن ترانه اصلی رو پخش میکنن. تو رو خدا گوش کن. این که میبینی چند بچه نیست، نسل قاسم سلیمانیه. این که میبینی چند بچه نیست، نسل تو مثلا حکومتی تمام امکانات مملکت دستته، بعد سقف هنرت اینه؟ بعد نگاه کن چقدر نیاز داشته به یه همچین شوی تبلیغاتی که نه گذاشته نه برداشته، سری زده رو پخش زنده. بهش گفتن الو ما اینجا یه جمعیتی آوردیم پخش کن، هرچی بود. وضعیت نظام اینه. این برنامه از پخش مرده‌اش هم نمیشه یه گزارش یه دقیقه‌ای در آورد، بعد زدی رو پخش زنده. بعد میخوای با این برنامه‌ها روی این دهه 80 تاثیر بذاری؟ یا مثلا این یکی برداشتن یه تعداد بچه دبستانی رو جمع کردن، یه بیلبورد هم گذاشتن تجمع و تجدید میثاق دهه 80 و 90 با رهبر معظم. چقدر هم خوش اشتها، کل دهه 80 و 90 رو با یه بیلبورد چسبوندن به ولایت فقیه. اینجا هم باز هول کردن، یه کسی کار نداشته که این برنامه اصلا چی هست، چه ربطی به دهه 80 و 90 داره. مهم اینه که این تصویر رو یه جوری سریع پخش کنن، بگن ما هم تو نوجوانا طرفدار داریم. یه وقتی خیال نکنید شهید زاهدلویی از دنیا رفته، نه او زنده هستش. یه گوریل بسیجی رو آوردن که برای اینا سخنرانی کنه، ولی در این قضیه یک ریاکشن. هیچ کدوم از بچه‌ها نه به حرفای این گوش میکنن، نه براش دست میزنن، نه براش هورا میکشن، نه حتی یه شعار میدن. جناب آقای دکتر عموزاده عزیز دعوت کنم چند دقیقه حرف خودمونی با رفقای نوجوانشون دارن. اونایی که آماده هستن یا مهدی. بسم الله الرحمن الرحیم. آخه این هم شد تولید محتوا برای دهه 80. 40 سال همین کارا رو کردید که آخرش این صحنه کف خیابون شد. یا اینجا همایش دختران سلیمانی. عشق
اجتماع بزرگ دختران حاج قاسم. باز دوباره یه تعداد جمعیت آوردن براشون یه ترانه دوغکی پخش کنن که میتونم بهتون تضمین بدم که هیچ کس توی همون سالن حاضر نیست دوباره این ترانه رو گوش کنه. همین یه بار که پخش شد بعدش دیگه همه فراموشش میکنن، توی نت هم پیداش نخواهید کرد، این از تاریخ حذف میشه. حالا هدف این جلسه چیه؟ این همه دستگاه رو چیده که آخرش این پیام رو بده. دختران حاج قاسم بیان اعتراض را حق هر فرد می‌دانند، اما با اغتشاش مخالفند. هدفشون که از این اغتشاشات ناامنیتیه و حجاب رو بهونه قرار دادن. یه جوری میگه اعتراض رو حق هر فرد میدونن که انگار تا به حال هر کسی که توی این نظام اعتراض کرده بهش یه بسته شیرینی دادن، یه بسته نت دادن، خلاصه به همه حق و حقوقش رسیده. الان فقط مشکل با اغتشاشگراست. بابا مگه شما اعتراض سرتون میشه؟ شما تحمل یه استوری مخالف رو نداری؟ یه ترانه رو شما نتونستی تحمل کنی، طرف رو بازداشت کردی، بعد میگی اعتراض آری اغتشاش نه؟ آخه کدوم اعتراض تا به حال توی این نظام به نتیجه رسیده که این بخواد دومیش باشه؟ شما باند رقیب خودتون رو تحمل نکردید، همه رو از دم تیغ شورای نگهبان گذروندید و حذف کردید. رئیس جمهور قبلی خودتون که توی همه جنایات با شما سهیم بوده رو ممنوع تصویر کردید، بعد به ما میگی اعتراض کنید؟ شما راه دیگه ای باقی نذاشتید برای اعتراض الا این. حالا همه اینا به کنار، این دفعه رفتن یه کلیپ درست کردن که ذهنیت شما از هر چی دهه 80 تا به حال دیدید رو تغییر بدن. یعنی اتاق فکرشون هی فکر کرد تا آخرش این کلیپ رو در آورد. من یه دهه 80 ام. من یه دهه 80 ام. من یه دهه 80 ام. چیزی که دشمن داره از دهه 80 نشون میده خیلی متفاوته. واقعیت اینه اون دسته از افرادی که ناراضی‌ان و دارن تو ناآرامی‌ها ایفای نقش میکنن همه ماجرا نیستن. طرف دیگه قضیه دهه 80 هایی هستن که هنوزم میتونن مثل 45 سال پیش سینه سپر کنن. ترسیدی یا ترسیدی؟ آها من ترسیدم، خیلی ترسناک بود. یعنی این میزان حماقت واقعا ترسناکه. این که فکر کنی با ملق زدن و بالا و پایین پریدن 4 تا جوجه بسیجی الان دیگه یک تصویر جدید از دهه 80 داری ارائه میدی که همه غلاف کنن. آخه این نینجاهای ولایت که جرئت ندارن حتی ماسکشون رو بردارن، بیشتر دارن ترس خودشون رو به نمایش میذارن. به عشق رهبر، گوش به فرمان رهبر، تحت امر رهبر. زن، زندگی، زیبایی. من نمیدونم اون بسیجی که این کلیپ رو تهیه کرده چه الگویی توی ذهنش بوده. مثلا فکر میکرده داره فانتاستیک فور تولید میکنه که این ژست و پوزها رو گرفتن، ولی کلا یه جای کارتون میلنگه. آخه شما همونایید که یه روزی میگفتید فضیلت زن این نیست که پایش را دراز کند و مدال بیاورد. اینها جوادی آملی گفته اینو. شما ورزش تکواندو و کاراته رو برای زنان قبول نداشتید. الان که زنان جوان شورشی توی خیلی از صحنه‌های قیام لیدر شدن، اومدی 4 تا نینجای ولایت درست کردی که یکیشون بلد ملق بزنه، یکیشون بلد موش کامپیوتر دست بگیره، یکیشون بلد کلا کاسکت بگیره توی دستش. بعد همینا رو هم جرئت نداری بیاری کف خیابون، به زور توی یک سالن ورزش جمعشون کردی که فقط همین کلیپو درست کنی ازشون. به قول اون کاربر، این فیلم عمق حماقت این حکومت نشون میده. یعنی کل جواب به مطالبات دهه 80ها تشکیل یگان ویژه دهه 80ها برای مقابله با دهه 80های به اصطلاح غیر خودیه. اونم با 4 تا پشتک و چند دست لباس فرم. ولی از اونجایی که این برنامه‌ها هیچ کدوم نیاز خامنه‌ای برای اینکه نشون بده نسل جوون باش هستند رو پاسخ نمیداد،
رفتن یک برنامه هم جور کردن که یه تعداد بچه‌های پاسدارا و مقامات خودشون رو بردن پیش خامنه‌ای تا این دیگه ثابت کنه که نسل جوان دشمن خامنه‌ای نیستن. بعد هم مثل همیشه اکیپ مالکش 23 رو هم فرستادن اونجا تا یک گزارش خیلی واقعی تهیه کنه که نشون بده جوانای ایران همه دوست دارن پاسدار و آدمکش بشن. شما دوست داری چی کارشی؟ دوست دارم پلیس شم. من دوست دارم پاسدار شم. من دوست دارم رشته هوافضا بخونم و به صنعت موشکی ایران کمک کنم. البته توی همین گزارش هم مجبور میشه اذعان کنه که دانشجویان آزادیخواه با تظاهرات و شعارهاشون بسیجی‌ها رو توی دانشگاه مستأصل و ناامید کردند که دیگه دانشگاه زیر سیطره و هژمونی بسیجی‌ها نیست. دغدغه اش اوضاع دانشگاه‌ها بود. دانشگاه‌های بزرگی که در کشور هستن زیر سوال رفته. یه خودت ما دلخوریم حقیقتا. دانشگاه مثلا دانشگاه شریفی خود دلخوری به وجود اومده. میشه گفت که یک سری بلند شدن، یک سری حرفای زدن از دانشگاه صحنه شریف که اصلا هویت دانشگاه رو خراب کردن و ترجیحاً نه دیگه جایی که هویتش دچار اشتباه شده از هویت خودش خارجه خیلی حداقل مورد هدف من نیست. خلاصه اینکه همه این صحنه سازی و نمایش رو راه انداختند که آخرش این پیام رو بدند: هر چیزی که در مورد دهه 80 یا دهه 90 میگن دروغه. واقعیت اینه که الان میبینید. تو گفتی و ما هم باور کردیم. الان دیگه نیاز نیست ما بگیم. مهره‌های همین حکومت دارن میگن که اکثریت ملت معترضن به این حکومت. نه با سرکوب میشه این معترضین رو ساکت کرد و نه وضعیت به گذشته برمیگرده. آنچه که داریم میبینیم اینه که یه اعتراضایی رخ داده بسیارم عمیقه و از اون مهمتر اینی که برای ساختار قدرت غیر منتظره بوده، تداوم داشته و به نحوی این اعتراضات انجام شده که دیگه وضعیت رو به حالت قبل باز نمیگردونه. چون اگر احکام اعدام بخواید اجرا بکنید مثل اینه که بنزین رو آتش ریختید. این لباس شخصی ها بالاخره منشأ بسیاری از این خشونت ها هستند. آقای نبوی هم گفتش که شما مقایسه نکنید حالا رو با سال 60. سال 60 نظام رو پا بود، الان اینجوری نیست و حدود 70-80% مردم الان معترضن، مخالفن. خلاصه این که مثل همیشه حکومت آخوندی که از پرداختن و اذعان به اصل مسئله ناتوانه و اصلا در ماهیتش هم نمی گنجه که پاسخی بده، تلاش میکنه با این تبلیغات ورشکسته اصل مسئله که نفرت عمومی از حاکمیت آخوندی است رو بپوشونه. در حالی که امروز نه فقط دهه 80 ها بلکه نسل‌های گذشته هم همه با هم متحد در برابر خامنه‌ای ایستادند و برای خامنه‌ای هم راهی جز افتادن در پرتگاه باقی نذاشتند. وقت بخیر و خدا نگهدار.